دوستای گلم یه لحظه نزنید ویدیو بعدی. یه مسئله خیلی مهمی باید بهتون بگم. حقیقتا این ویدیو جدیه، جدا از شوخی جدیه. یه لحظه بدونه که بخوام صدامو خیلی ترنتور حرف بزنم یا افکتای خیلی خاصی بزنم رو ویدیو، چون نمیطلبه این ویدیو. یکم حرف میخوام باتون یه لحظه بزنم، خیلی کوتاه. سری میرم سر اصل مطلب که خستتون نکنم. یه ویدیویی من ساختم، یه بنده خدای از من ادیت زده بود، خیلی خوشحال شدم. خب اون ویدیوش هست، میتونید برید تو کانال ببینید. من گفتم آقا از این حمایت کنید و اینا، خب بگیره کارش. نمیدونستم این پیامی که الان گذاشتم رو صفحه رو اگه بخونید خودتون میفهمید که حالا من چه حسی دارم. بعد از اینکه من این ویدیو رو گذاشتم و بهش گفتم که آقا ویدیو ساختم از ویدیویی که ازم درست کردی ادیته، کلی بهش پیام دادم و اینا، گفتم آقا کارت بگیره ان شاءالله، انجام بده، ادامه بده، خیلی خفنه کارت و اینا، دوست دارم کلا کارت، خیلی حرفای مثبت بهش زدم. بعد این پیامو برام گذاشت که گویا مادرشون سرطان داره و خب سخته، خیلی سخته. میگم یکم این شورت شاید واسه هر کسی نباشه، برای کسایی که حالا درصد زیادی از چنل من بچهای کوچیک‌ترن، اون که رفت میخوام ببینن تو این چنل، شاید بهتره اینو اصلا تو چنل دومم بذارم که یکم جدی‌تره، نمیدونم، شاید تو دوتاش بذارم اصلا. بگذاریم بچه‌ها، بگذاریم. میگم شورت معمولا بعد خیلی ترند حرف زد که وایسین، ولی میدونم شما مهربونید وای میسید ببینید من چی میخوام بگم. کمترین کاری که میتونیم ازش بکنیم اینه که حمایت کنیم بهش. من دروغی ندارم بهتون بگم، حقیقتا مثلا چنل دومم نیست، سومم نیست اونجا مثلا ادیتور باشم من ادیت بزنم، چنل دوستمونه. حمایت کنید ازش، کاری کنید مانتایز شه. گفت که دوستشم کامپیوتر بگیرم ادیتای خیلی خفن تر بزنم، اینو با گوشی زده بود، ادیتی که زده بود ازمو دوستش که کامپیوتر بگیره، گفت نمیتونم چون هزینه بعد صرف درمان مامانم بشه. اول اینکه براش دعا میکنیم، دوست عزیز برات دعا میکنم واسه همین اینجا که دارم این وایس رو میگیرم و ازش ویدیو درست کنم. و دوم اینکه امیدوارم بتونم حالا با این عددی که نیستم، با همین چنلی که دارم اینا، حالا بتونم یه کاری کنم مانتایز شین. مسیر برات خیلی زود اتفاق بیفته، بچه‌ها مهربونن، کارتم خفنه، دوستت دارن، میان پیدات میکنن. اگه کامنت بذاره زیر این ویدیو، کامنتشو پین میکنم و کامنت پین شده رو برید سابسکرایب کنید بهش. و اگه هم نه که لینکش رو هر جور شده تو شورت ویدیو نمیشه لینک گذاشت، توی دیسکریپشن یه جایی میذارم لینکش رو، اسم یه کاریش میکنم که فقط پیداش کنید. و لطفاً ازتون میخوام که فقط دنبالش کنید. همین. خیلی حرف زدم، ببخشید، مرسی که به حرفم گوش کردین. اصلا از این ویدیو نمیگرفتم این شکلی، امیدوارم ببینید ویو بخوره. ازت میخوام که این ویدیو رو هم لایک کنی و من هیچ وقت این حرفو نمیزنم اصلا. صدا رو چک بکن که ویو بیشتر بگیره، که این ویدیو بیشتر دیده بشه. برای خودم نمیگم، برای داداشم میگم، به هیچ وجه برای خودم نمیگم. دوست داشتی برو ویدیوی منو بقیه‌شو دیسلایک کن، آنساب کن، ولی این ویدیو رو صداشو چک بکن، بزن رو ریمیکسش کن اگه خواستی که آدمای بیشتری ببینن، که این داداشمون معروف شه، میتونیم بهتر کنیمش. من 90 خورده کا ساب دارم. 5000 10000 نفرتون مرد باشید، پسر خوبی باشین، دختر خوبی باشید، برید بهش ساب کنید، مهربون باشید، میتونید زندگیشو حداقل یکم بهتر کنید. عشق من جدی ریل تر از این نمیتونم حرف بزنم. مراقب خودتون باشید و تا ویدیو بعد. فعلا.